اگه 3 تا سیب زمینی توی خونه داری همین حالا جداشون کن، چون قراره فقط توی 3 دقیقه یه اسنک خوشمزه برای عصرونه یا صبحانه درست کنیم. بریم که با هم شروع کنیم. 3 عدد سیب زمینی متوسط رو بپز تا کاملا نرم بشن. بعد از پخت پوستشون رو بگیر و با گوشتکوب لهشون کن. حالا 2 قاشق غذاخوری کره آب شده و 5 قاشق غذاخوری آرد گندم بهش اضافه کن و خوب هم بزن تا مواد یک دست بشن. بعد با دست شروع کن به ورز دادن تا یه خمیر لطیف درست بشه. روی یه تخت نایلون پهن کن، کمی هم روغن بزن، یه گلوله از خمیر بردار و صافش کن. حالا وسطش پنیر رنده شده یا هر موادی که دوست داری بریز. خمیر رو دور مواد جمع کن و خوب ببندش. حالا اسنک ها رو داخل روغن داغ سرخ کن تا 2 طرفش طلایی و برشته بشه. بذار روی دستمال کاغذی تا روغنش گرفته بشه. پست رو هم ذخیره کن، بعدن درستش کنی. با دوستاتم به اشتراک بذار.